22 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک در حاشیه جلسه 80 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با پرزیدنت جمهوری سوسیالیستی ویتنام لیانگ کیانگ ملاقات نمودند. سرور دولت ما محترم امامعلی رحمان اظهار داشتند که تاجیکستان و ویتنام را نوابسته از موقع جغرافی عنعنه‌های درینه دوستی و همکاری پیوند می‌نماید. تاکید گردید که دو کشور برای تأمین آرامی و ثبات به خاطر رشد و پیشرفت منفعت‌های عمومی و تلاش‌های مشترک دارند و به ارزش‌های صلح و دوستی و همکاری ارج می‌گذارند. برای رشد فعال همکاری و تحکیم مکالمه سیاسی پیشنهاد گردید که وزارت‌های کارهای خارجی دو کشور برای اندیشیدن چاره‌های مؤثر وظیفه‌دار کرده شوند. در این زمینه تحکیم همکاری بین پارلمانی و بین اداری ضرور شمرده شد. جانب‌ها از امکانات موجوده رشد مناسبت‌ها یادآور شده پیشنهاد نمودند که تلاش‌ها برای استفاده با ثمر آنها به نفع مردمان دو کشور بیشتر گردانده شوند. با افزون نمایی حجم گردش مال و محصولات میان دو کشور، رشد همکاری در ساحه‌های صنعت خصوصاً نوسازی، تکنولوژی، ساحه صنعت سبک و کشاورزی توجه زیاد ظاهر گردید. رشد همکاری در بخش‌های معارف، تندرستی، فرهنگ و سیاحی نیز ضرور دانسته شد. در ملاقات همچنین اید به همکاری دو کشور در دایره سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای و دیگر سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی تبادل افکار صورت گرفت.